بزرگان و اشرافزادگان مصر، امروز و در این ضیافت تیغ تیز چاقو و پوست نازک ترنج بین ما قضا. این یک مهمانی مخصوص است. بعداً دلیل آن را خواهید دانست. مهمانان عزیز، ترنج‌هایتان را میل بفرمایید. یوزارسیف داخل شود. راستی و بزرگ و زیباست. زیباتر از او را ندیدم. او در زیبایی به خدایان میمانست. او انسان نیست، رب النوع زیبایی است. برده‌ای که قصد مراوده با او را داشتم دیدید. من قصد او کردم، اما او پاکدامنی پیشه کرد. شما فقط یک بار او را به پرستش خود وادار کند. به خدایان که زلیخا حق دارد. این یوزارسیف که ما دیدیم یک بشر معمولی نیست. همه اینها یاوه است. او هم بشری است مثل همه ما. این را میخواستم ثابت کنم. خداوندا، همه گناهکاران را هدایت کن و مرا از شر این شیاطین نجات ده. امروز به همین منظور بود.